دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز در خدمت مرجان عزیز هستیم، مالک و صاحب کافه قنادی شیرین. امروز قرار است تجربه های ریل ایشون در راه اندازی کسب و کارشون بشنویم. مرجان عزیز، خیلی ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. خوش آمدید. دوست دارم یه مقدار بیشتر در مورد خودتون و اینکه از کجا شروع کردید، چند وقت در امارات هستین و چطور این بیزنس رو راه اندازی کردید. من سلام میکنم به شما و مخاطبین عزیز این برنامه. من مرجان هستم. از سال 2012 من کاملا وارد این بیزینس شدم. تحصیلات اولیه‌ام خب من رشته حقوق خوندم، مترجمی زبان انگلیسی و مترجمی زبان روسی. سالها با اون رشته ها کار میکردم، ولی از سال 2012 کاملا ورق برگشت و تصمیم گرفتم که دنبال علایقم برم. البته اولش اصلا بحث کافه قنادی نبود، اولش با شیرینی شروع شد. خب من مادر بزرگم قناد دربار پهلوی بودن. این یه میشه گفت ژن بود که توی وجود من بودش و خب همیشه دوست داشتم. من همیشه تو خونه شیرینی درست میکردم، حالا نه به اون خیلی شکل حرفه‌ای، ولی خب دوست داشتم، همیشه دنبال میکردم، حتی کلاس هایی رو میرفتم جست گریخته بدون هیچ اطلاعاتی، هیچ پشتوانه‌ای برای اینکه اصلا من اینو به عنوان شغل انتخاب کنم. دوستم داشتم البته، ولی خب نمیشد. ولی سال 2012 مصادف شد با فوت پدرم. مرسی، ممنون. من همزمان با دوران مریضی ایشون در واقع یه تراپی رو برای خودم شروع کردم. کلاس های شیرینی پزی می رفتم و خب درست زمانی که داشتم برای ایشون شیرینی درست می کردم فوت کردم. بعد از اون من همینجور ادامه دادم به این کار. باز می شد، یعنی برای آروم کردن دل خودم بود اولش. توی اون دوران من با همسرم آشنا شدم. ایشون کار طراحی و دیزاین آشپزخونه‌های صنعتی رو می‌کردن. ایران نبودن، برای تسلیت اومدن خونه ما و اون موقع که شیرینی‌های منو دیدن گفتن چرا اینو به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنی؟ خب من واقعا هیچ اطلاعاتی نداشتم که حرفه‌ای یعنی چی. مدرسه‌های بین‌المللی رو به معرفی کردن، نمایشگاه‌هایی رو که توی ایتالیا، آلمان، فرانسه برگزار میشه. همون سال دقیقاً 6 ماه بعدش من اولین نمایشگاه گلفود رو اومدم توی دبی و این راهی شد برای من که بعد رفتم فرانسه یه مدرسه، بعد همینجور هی به مرور دوباره ایتالیا رفتم، باز رفتم فرانسه مدرسه کوردون بلو و توی ایران کارگاه شیرینی پزی خودم رو راه انداختم. خب با جاهای خیلی بزرگی کار میکردیم، ولی از کووید به بعد دیگه من کاملا مستقر شدم توی دبی و اینجا کارمو شروع کردم. حالا چرا امارات رو انتخاب کردین؟ چون شما با توجه به پیشینه‌ای که داشتین قدرت انتخاب برای راه اندازی این بیزنس در خیلی از کشورها رو داشتین. چرا امارات رو انتخاب کردین؟ بزرگترین دلیل من این بودش که امارات یه جاییه که فرهنگ‌های مختلف رو پذیرا هستش. یعنی نه تنها حالا ایرانی‌ها اینجا زیاد هستن، از بهترین برندهای اروپایی شما اینجا میبینید و همچنین مردم اون کشورها اینجا هستن و یه جایی هستش که شما میتونید که خودتون رو واقعا به چالش بکشید. یعنی من خیلی کشورهای دیگه رفتم، حالا در مورد شیرینی خودمون میگم، اون کیفیتی رو که شما توی دبی میبینید و اصلا مجبور هستید که اون کیفیت بالا رو ارائه بدید، تقریبا جایی نمیبینید. اصلا لایف استایل در امارات متفاوته. یعنی میتونم بگم که امارات برای خیلی از کشورها خوب شده، خصوصا دبی. یعنی الان توی اروپا من مقاتلینی دارم که توی سوئیس هستن، خیلی از اونها تمایل دارن بیزینسشون رو بیارن دبی. چرا؟ چون دبی به قول شما یک استانداردی داره که جاهای دیگه نداره و یک سطحی از لوکس بودن رو از چه خدمات برای در واقع مخاطبین فراهم میکنه که
شما این رو نمیتونید در واقع جای دیگه ای پیدا بکنید و این سبب میشه که اون شخص خودش رو به چالش بکشه و بیاد یک رشد متمایز بکنه به ضمن اینکه اینجا به نظر من یک بازار برای دسترسی به خیلی از شرایط هست، مثل یه سکوی پرتاب برای خیلی هست و خب خیلی عالیه که به نظر من انتخاب خوبی کردیم با توجه به اینکه خب ما ایرانی خیلی اینجا زیاد داریم بله و ایرانی ها عاشق شیرینیه، خصوصا که شیرینی دانمارکی شما و شیرینی دانمارکی یک حس نوستالژی برای همه ما داره. برای همین به نظر من بهترین بازار بود برای خصوصا شیرینی ایرانی، چون مخاطبین ایرانی اینجا زیاد هستن و خب شیرینی ایرانی همه می‌پسندن. بله. بابت انتخابتون بهتون تبریک میگم. مرجان عزیز، خیلی ها با این تصور وارد امارات میشن که امارات پر از فرصته و اگر وارد امارات بشن از فردا پول پارو میکنن و مشتری برای محصولشون یا خدماتشون صف کشیده، ولی از چالش های امارات خبر ندارن. خیلی دوست دارم از شما، از تجربه ریل شما بشنویم که چه چالش هایی رو باش مواجه بودید از زمانی که وارد بازار امارات شدید. خب هر جایی راه انداختن یه بیزینس چالش‌های خودشو داره، ولی گاهی وقتا یه سری بیزینس ها هستش که خیلی مبتنی بر نیروی انسانی هستش و از یه طرفی دیگه با فرهنگ یه ملتی در ارتباطه. من شیرینی فرانسوی دارم، در کنار شیرینی ایرانی هم دارم. اون قدری که من چالش در ارتباط با درست کردن شیرینی ایرانی و نیروی انسانی دارم در مورد شیرینی فرانسوی ندارم، به خاطر اینکه شیرینی فرانسوی خب خیلی جنرال تر هستش و شما الان همه جای دنیا پیستری شف هایی که کار فرانسوی میکنن زیاد هستن، ولی اینی که من به این نیروی نپالی، نیروی هندی، نیروی ترک، نیروی روس بخوام راجع به شیرینی نخودچی و اینی که این چی باید باشه توضیح بدم، نوخامه‌ای ما چی باید باشه اینا رو بهشون توضیح بدم، خب یه سری چالش ها رو ایجاد میکنه دیگه. در کنار اون خب تهیه مواد اولیه هست، اونم باز در ارتباط با شیرینی ایرانی. این حالا چالش خیلی بزرگی نیستش، ولی باز به هر حال من باید مواد اولیه رو یه سری چیزا رو خب میگم من خیلی سختگیرم راجع به شیرینی‌های ایرانیمون. آرد برنج رو از ایران میارم، نمیدونم نخودچی رو از ایران میارم، اینجور چیزا یه مقدار چالش هستش، ولی به طور کلی بزرگترین چالش همیشه نیروی انسانی هسته. زمانی که میخواستید خب راه اندازی رو انجام بدید توی امارات، خب بحث تامین سرمایه هست، بحث استراتژی و پلنی که شما میخواین پیاده کنید برای بیزینس، تو اون بود چه چالش هایی داشتید؟ چقدر سخت بود تا اینکه مارکت رو بشناسید یا بر مبنای نیاز مارکت بخواید بیزینستون رو راه اندازی و توسعه بدید توی امارات؟ مارکت رو خب به هر حال با توجه به تجربه‌ای که حداقل 10 ساله‌ای که من از مارکت امارات داشتم یک مقداری شناخت روی این مارکت داشتم. در مورد هزینه ها خب دبی کشور شهر بسیار گرونی هستش، یعنی اینو نمیتونی نادیده بگیری. من با هزینه‌ای که توی دبی کردم میتونستم چند تا شعبه توی تهران داشته باشم، یعنی این خب هزینه ها خیلی میشه گفت کمرشکن هستن و قوانینی که اینجا دبی برای ما ایجاد میکنه، یه سری اقامت گرفتن ها، قوانین جدیدی که در ارتباط با این اقامت گرفتن ها پیش میاد، یا شما باید برای نیروی کارتون محل زندگی تهیه بکنید. خب اینا یک مقدار چالش هایی هستش که تو دبی میبینید، اینا را همه جا نداریم. خب اینها هستش، ولی باز هم به دلیل اون عشق و علاقه‌ای که من به این کار داشتم خیلی از اینا واقعا شاید الان بگم که اینا چیزی نبوده برای من، اذیت هم نکرده اصلا، در برابر اون
رضایتی که از مشتریام داشتم. یعنی من واقعا تا به حال گله، شکایت، نقد، انتقاد نداشتم. شاید پیشنهاد داشتم، آره، ولی این چیزها رو نداشتم. خب این برای من خیلی خوشایند بودش و این زمینه شد برای شعبه دوم، چون انقدر تقاضا بود. من یه سر دیگه دبی بود شعبه اولم و از این ور دبی خب خیلی تقاضا داشتم. خب این یه واقعا پله شد برای شعبه دوم. عالی. اگر برگردی به گذشته بازم همین تصمیم رو میگیری؟ عالی. هیچ چیزی به اعتقاد من لذت بخشتر از این نیست که آدم وقتی برمیگرده به گذشته بگه که کار خوبی کردم، ارزشش رو داشت. چون خیلی از اوقات ما با اون تصورات اشتباه یا با راهنمایی‌های اشتباه وارد میشیم به یه کاری، به یه تجربه‌ای و بعداً می‌بینیم اون بر مبنای انتظارات ما نبود و اون خیلی باعث درد و رنج تو اون تجربه میشه و پشیمون میشیم که چرا این کارو کردیم. حالا شما زمانی که وارد امارات شدید فضا خیلی متفاوت بود. فضای امارات فضای بسیار خالصی بود. امروز انقدر آژانس های تبلیغاتی اومدن و متاسفانه دارن آدم ها رو ترغیب میکنن به یک شرایط بسیار فیک، یعنی یک سری رویاهای خیلی عجیب و غریب برای آدم ها میسازن. بیایید اینجا ببینید چه خبره، اینجا فردا شرایط ثبت کنید شرکتتون و اینطور میشه اونطور میشه، ولی واقعا کسی که ریل این بازار رو تجربه کرده پوستش کنده شده تا بیزینسش رشد کرده. شاید حالا خیلی دوست دارم بدونم شما چند سال طول کشید تا بیزینستون به بلوغ برسه، چون خیلی انتظار دارن از فردایی که بیزینسشون ثبت شد 6 ماه بعد نهایتاً به خروجی برسن. شما چند سال برای اینکه به این بلوغ برسه بیزینستون زحمت کشیدین؟ به بلوغ که نمیتونم بگم هنوز رسیده، ولی من از سال 2020 دقیقاً شاید 2019 من چاله این کار رو کندم و پارسال همین موقع ها اولین شعبه‌مو راه انداختم. یعنی ببینید چه مسیری طی شد تا واقعا من اولین شعبه‌ام رو راه اندازی کردم. تمامش پشتش فکر بود، پشتش بررسی بازار بود، اینی که چه اتفاقی میخواد بیفته و گفتم بهتون قوانینی که هر روز تغییر میکنه توی دبی. دبی پذیرای همه ما هستش از تمام کشورها، ولی خب چه توقعاتی از ما داره، اینو باید در نظر داشت دیگه. درک این موضوع که واقعا اینجوری نیست. میدونی خیلی ها دارن با تصور اشتباه وارد میشن. من باورتون نمیشه مشاوره میاد طرف پیش من میگه به من گفتن که شرکتتون ثبت کن و فلان اینا، بیا اینجا اینطوری از فردا پر مشتریه اینجا. میگم که بابا پر مشتریه که اصلا بازار تو یه بازار رقابتی شدیده، با تهران مقایسه نکن. بعد اصلا کلا اینجا 10 میلیون جمعیت بیشتر نداره. تو نمیتونی انتظاری که از بازار پر جمعیت ایران داری که هر چی باشه بازم کافی نیست داشته باشی. اینجا رقابت شدید، جمعیت مصرفی کمه و شما اگه واقعا مزیت رقابتی قدرتمندی نداشته باشی نمیتونی تو این بازار ورود پیدا کنی. و خب واقعا به نظر من شنیدن این تجربه برای تک تک کسایی که میخوان وارد امارات بشن ضروریه. بذارید بریم به سمت بحث برندینگ و تبلیغاتتون. شما از چه فضایی برای این برندینگ و تبلیغات استفاده کردین؟ استراتژیتون چی بود برای اینکه دیده بشه، شناخته بشه شیرین؟ از کجا شروع کردید؟ چطور این موضوع رو پیش بردین؟ راستش رو بخواید تبلیغات ما بسیار رئال بود، یعنی کاملا مبتنی بر واقعیت و مبتنی بر کیفیت. یه جور اگه بخوام به صورت عامیانه و قدیمیشو بگم تبلیغات زبان به زبان بودش. یعنی ما رو تمام مشتریا به همدیگه معرفی میکردن در ابتدا. خب ما خیلی برنامه ریزی‌ها کرده بودیم و کردیم برای آینده و اون تارگتی که داریم، ولی بیشترینش همین بود. یعنی میشنیدن از همدیگه. ما حتی یه پیج خیلی ساده اینستاگرام داریم، در حالی که اینجا تیک تاک خیلی بیشتر مطرح هستش، ولی خب
تیک تاکرها، کسایی که واقعا فود بلاگر هستن توی این کار من نبودم و سلیقه من نبودش. من سلیقه‌ام واقعا از دکوراسیون کافم، از محصولاتم تمام مشخص هستش. من یه آدم آروم و کلاسیک هستم. اصلا دنبال کارهای فیک بلاگری اینجور چیزا نبودم و خب سعی کردم هر آنچه که واقعیت هست رو پیش روی مشتریا بذارم. ببینید موضوع خیلی مهمیه مرجان عزیز. متاسفانه خیلی از اوقات یه جریانی توی بازار ایجاد میشه و آدم ها مطابق اون جریان حرکت میکنن کورکورانه. اینکه شما برند شما یک برند کلاسیکه، یک برند لوکسه، شما یک برند کلاسیک و لوکس رو نمیتونی با یک بلاگر در واقع تو اون سطح بیای برند تو آسیب بهش بزنی، چون تبلیغات بلاگری سودمنده برای خیلی ها، شما بیای از همین روش استفاده کنی و این خیلی هوشمندانه است. به اعتقاد من تمام کسانی که میخوان بیزینسشون رو توی امارات راه اندازی بکنن یا هر جای دنیا، خیلی مهمه که تبلیغات و برندینگشون مطابق با در واقع هویت برندشون باشه و همینجوری وارد هر جریان وایرالی نشن. آخه یه مسئله هم که هستش، شما وقتی که مشتریتون رو با اصلا قصد توهین به بلاگر ندارم، شما مشتریتون رو با بلاگر X وقتی میارید، اینا یه دوره‌ای میان، یه دوره خیلی کوتاه. دبی مگه چقدر جمعیت داره؟ یه دوره کوتاه میان و اگر شما آلوده به این کار بشید، هفته دیگه باید بلاگر ایگرگ رو بیارید، هفته بعد اون یکی بلاگر رو بیارید و من میدونم بیزینس هایی که اینجوری هستن و فقط دارن با چرخه بلاگری جلو میرن. ولی وقتی که کیفیتتون حفظ بشه، چون اینجا واقعا من از خود مشتریای لوکالم میشنوم که کیفیت، شما اگر کیفیتتون خوب نباشه اینا یه ضرب در روش میزنن و دیگه هر بلاگری از آسمون هفتم هم بیاد مشتری برای شما بر نمیگرده. برای همینه که واقعا تبلیغات من کیفیت محوره. از تجربه تغییر و مهاجرتتون برای ما بگید. خب مهاجرت یک سفر خیلی سخته. دوست دارم تجربه مرجان رو بشنویم برای این تغییری که در واقع ازش گذر کرده، برای این تغییر مکان، تغییر در واقع کندن از یه سری ریشه ها. میخوام ببینم برای شما این تجربه چه شکلی بوده؟ اگر به شکلش بخوام بگم، شکلش قشنگ نبوده. یعنی الان اسفنده، الان هیچ چیزی برای من، هیچ تصویری قشنگتر از تصویر اسفند تهران نیست و من اون تصویر رو ندارم. خب این حالا از این بحث اشکش من بیام بیرون. برای مهاجرت باید آماده باشیم. یعنی این فکری که خب میرم اشکال نداره، دبی همین بغلمونه، در مورد دبی صحبت میکنیم، مثلا پر ایرانیه، نمیدونم هر وقت بخوام میرم میام، ولی باید آماده باشید. باید آماده باشید که فکر کنید که قراره بکنید از اونجا، از خونتون، از محلتون، از خانوادهتون، از اونی که هر لحظه که دلتون میخواد میرفتید تجریش، میرفتید سر پل خواجو، هر کسی توی هر شهر خودش. باید آمادگی اینو داشته باشید، چون شاید سال اول متوجه نشید اصلا انقدر بدو هست، انقدر جذابیت داره براتون، ولی کم 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 و مخصوصا وقتی آلوده یک کار و بیزینس میشید که دیگه فرصت ندارید و اون فرصت شبا موقع خواب میاد سراغتون، دلتنگیه اون موقع میاد که الان دوست دارم من همین الان این لحظه واقعا دوست دارم با خواهرم بشینم و الان اون فرصتش نیست برای من. اینها هستش که خب واقعا چالش برانگیزه. یعنی میتونه زندگی رو تحت شعاع قرار بده.
اینا واقعا کسایی که تصمیم به مهاجرت دارن باید روش خیلی فکر کنن، مخصوصا زوجها. اصلا روی این حساب نکنن که حالا میریم اونجا اون راضی میشه، اصلا این خبرها نیستش. یعنی مهاجرت باید با یک آمادگی دو طرفه باشه. اینکه شما دلتنگی هایی رو، مخصوصا ماها که خیلی عاطفی هستیم، ما ایرانی ها کلا خیلی احساساتی و عاطفی هستیم، وقتی میکنیم از اونجا انگار مثل یه درختی هستیم که ریشه هاش از خاک در آوردن و خیلی سخته. اون آشناها، شما کس نداری. ببین این یه حقیقته، توی هر جای دنیا که شما هجرت میکنی، شما توی ایران سر میچرخونی 100 تا کس میاد که مشکلی داری، مسئله‌ای داری، اما تو امارات از این خبرها نیست. خصوصا به اعتقاد من دبی که یک شهر تجاریه، حتی آدم ها هم روابطشون تجاریه، یعنی بر مبنای منفعت با هم در ارتباطن و این خیلی بده. گاهی اوقات خود من وقتی تو این امارات اومده بودم به این موضوع فکر میکردم که من خیلی روابط خوبی داشتم، خیلی دوستان خوبی داشتم، اما وقتی اومدم امارات دیدم همه آدم ها بر مبنای منفعت با تو حتی دست میدن، سلام علیک میکنن. چشم انداز کافه قنادی شیرین کجاست؟ پلن شما، تارگت شما یا اون بیگ ویژنی که برای این بیزنس دارید کجاه؟ من والا پیشنهادهایی دارم از کشورهای دیگه و خب فکر میکنم که دوست دارم این کار رو انجام بدم، ولی الان هنوز براش زود میبینم، چون خیلی دوست دارم که این شیرین نوباوه یه مقدار پر و بال بگیره، یه مقدار ریشه هاش عمیق‌تر بشه تا اینکه خیلی زود بخوام شعبه بزنم، بخوام جاهای دیگه ای برم. برای همینه که ترجیح میدم الان یک مقدار روی همین دوتا شعبه‌ای که هستش فوکس کنم، اینا رو یه مقدار بیشتر از آب و گل در بیارم و خب تا به آینده بریم ببینیم چی میشه. عالی، بسیار خوب. و سوال آخری که دارم ازتون اینه که توصیه‌تون برای کسایی که میخوان بیزنسشون رو توی امارات، توی دبی راه اندازی بکنن چیه؟ اگر بخواید بهشون توصیه‌ای بکنید به عنوان کسی که این مسیر رو رفته، کلی سختی کشیده، کلی بالا پایین تجربه کرده، چی بهشون میگین؟ من اول یه چیز کلی میگم در مورد امارات، ولی بعدش خیلی تخصصی تر میخوام در ارتباط با این رشته‌ای که خودم راهش رو رفتم و خب بیشتر روش اشراف دارم توضیح بدم. در مورد هر کاری بازار امارات رو باید بشناسن، رقیباتون رو بدونید کیا هستن، اینی که این بازار چی میطلبه، چون اینجا رو شما نمیتونید، برای کسایی که از ایران، اینجا رو نمیتونید با ایران مقایسه کنید به هیچ عنوان. اینو باید یه شناخت عمیقی ازش داشته باشید. هزینه ها رو در نظر بگیرید، چون اینجا واقعا هزینه ها کمرشکن هستن. اینا رو یعنی بدون اینی که شما فکر کنید میام اینجا مثلا یه کافه قنادی میزنم ببینید سر سال 2 تا شد، شما باید حداقل هزینه 6 ماه کافه رو از پیش کنار گذاشته باشید. و در مورد حرفه‌ای جلو رفتن، من خیلی دوستان رو دیدم اینجا اومدن در ارتباط با راه اندازی رستوران، اینی که با یه تیم حرفه‌ای کار بکنید. باز هم اینجا مثل ایران نیستش که از خیلی چیزا میتونستید چشم‌پوشی بکنید، ولی اینجا نمیشه. آره، به درد سر میخورد. حتما با تیم حرفه‌ای کار بکنید، حتما اون لایسنس هایی رو که قراره بگیرید اول بگیرید. اون کانسالتنت هایی که به شما میگن میگیریم و فقط همینجوری اکتفا نکنید، بگیرن براتون، بعد کارتون رو شروع کنید. بسیار عالی، ممنون از شما، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. دوستان، شیرین یک تجربه ریل از یک کسب و کار در امارات بود، از یک بانوی موفقی که دست از خیلی چیزها شست تا به اهداف و آرزوهاش برسه. ممکنه امروز خیلی از آمال و آرزوها در ذهن خودت داشته باشی، ولی بیایم از تجربه کافه قنادی شیرین و مرجان عزیز در واقع یک درس بزرگ بگیریم و اون رو سرمشق
بیزینس خودمون و آمال و اهدافمون بکنیم. بدونیم که هر رویای بزرگی قابل دسترس هست، اما با توهم دنبال رویاهامون نریم، برنامه ریزی کنیم. به عنوان شخصی که 10 سال توی امارات بود، 5 سال گذشته سالی بود که تصمیم گرفت بیزنسش رو راه بندازه. پس سالها روی این مارکت تحقیق کرد، سالها برنامه ریزی کرد، منابع مالیش رو طراحی کرد و بر مبنای صداقت و تجربه ریل مشتریانش اومد رسید به یکی از کافه قنادی های موفق در امارات. امیدوارم که این تجربه برای تک تکتون شنیدنش پر از آموزه بوده باشه، استفاده بکنید و برای راه اندازی کسب و کارتون عجله نکنید، قدم به قدم حرکت بکنید، برنامه ریزی کنید، تحقیق بکنید و با استراتژی و برنامه ریزی مالی پیش برید. قطعاً اگر به این شیوه پیش برید موفق میشید. ممنونم مرجان جان، متشکرم. مرسی از شما. سلامت باشین. قربون شما. متشکرم.